سلام دوستان عزیز، این برنامه ترانسفر در عمل است و نخست از تغییرات در فوتبال باشگاهی وطن شروع میکنیم. باشگاه خوجند از کنار سیردریا که چند پیش با رستم خوجایف خیرباد گفته بود، در فرصت‌های کوتاه از آن طرفی سرحد مربی پیدا کرد. این نفر سابق سرمربی تیم استرافشان نومان حسنوی ازبکستانی می باشد که با تیم خوجند شرطنامه کاری امضا میکند. همزمان صحیفه جهانی فوتبالی تاجیک بران است که سابق سرمربی دسته فیضکند نظرزاده علی مسعود ایرانی به نزدیکی به تاجیکستان خواهد آمد و با احتمالات زیاد مسئولیت سرمربیگی یکی از دسته‌های لیگ عالی کشور را بر دوش میگیرد. مطلب دومی هم آن است که باشگاه برزیلی سان پائولو با بازیگرش پدرینیو شرطنامه را قطع کرد. این هم از آن سبب است که فوتبال باز نسبت دوست داشته‌اش خشونت عائلوی به کار برده است. هنوز ماه مارت سال روان اماندا نونیز الکای سابق دوست دختری بازیگر لوکوموتیو مسکو که در صف سان پائولو تاریخ اجاره بازی میکند به پلیس مراجعت کرد و بازیگر برزیلی را در خشونت عائلوی، تهدید و زنازنی عیبدار کرده بود. چگونه که از صورت مجلس قضیه مذکور برمی آید، در بدن دختر 20 ساله علامت های زنازنی پیدا کرده شدند. روز 29 اپریل باشد باشگاه سان پائولو اوید قطع شرطنامه کاری با پدرینیو وابسته به ادامه یابی تفتیشات نسبت بازیگر اعلان نموده بود. هنوز در ماه مارت گفته شده بود که قرار آخرین نسبت بازیگر با انجام یابی تفتیشات پلیس برآورده می شود. خود پدرینیو همه عیبدارکنی ها را به جانب خویش رد نمود، ولی چند روز پیش رسانه های برزیلی پارچه های مکالمه میان پدرینیو و نونیز را رسانه‌ای کرده بودند که در آن پیامک ها بازیگر چندین مرتبه به جانب نونیز خطاب های تهدید به کشتار می کند. بعد این قضیه اعتماد تیم سان پائولو نسبت سخنان بازیگر به پررگی از بین رفته است، می نویسد گلوبو اسپورت. راهبران باشگاهی بعد نشر رسانه ها بازیگر را به واخوری دعوت نمودند، ولی او حاضر نشد. سپس اوید قطع کنی شرطنامه قرار برآورده شد. بازیگر سان پائولو باشد همزمان قرارداد اجاروی با تیم لوکوموتیو را مورد تحلیل قرار داده است. خود پدرینیو به صف تیم برزیلی زمستان سال 2022 گزارش نموده مهلت اجارهش 1 سال را تشکیل می دهد. اینجا چی می توان گفت؟ گناهکار اگر واقعاً گناه داشته باشد حتما باید در نزد قانون جواب گوید. در وضعیت فوتبال باز باشد مسند ورزشیش نیز زیر خطر میماند. ولی از جانب دیگر نبود یک بازیگر برای برزیلیان فلاکت نیست، زیرا آنجا هر روز فوتبال باز به دنیا می آید. در سان پائولو اگر از چنین بازیگران بهتمیز بذارند، لستر باشد با گمان زیاد از یک بازیگر خویش می تواند تا 60 میلیون پوند استرلینگ در بازار جای پر نماید. اینجا گپ سری جیمز مدیسون می رود که از برای مشکلی مالیوی روبهان می توانند در بازار از برایش 40-60 میلیون پوند استرلینگ به دست دارند. با قول فوتبال دانان تلگراف باشگاه زیر دستی تایلندی ها نوابسته از آن که در پریمیر لیگ انگلیا میماند یا نه بازیگر را فروخته نیست. برای روبهان هرچی تیزتر ضرور است که وضع مالیوی خویش را بعد ضررهای اقتصادی در حجم 92.5 میلیون پوند استرلینگ بهتر نمایند. چطوری اشاره شد از برای نیم حمایتگر منتخب انگلیا میتوان از 45 تا 60 میلیون پوند استرلینگ به کف کرد، در حالی که شرطنامه کاریش یک موسم دیگر مهلت دارد. خودی بازیگر باشد برای منچستر یونایتد، تاتنهام هاتسپور و نیوکاسل یونایتد پسند است و با احتمالات زیاد این آخرین موسم جیمز مدیسون در صف لستر سیتی خواهد بود. تصور کنید که اگر مدیسون هم از لستر رود، پس دیگر از افسانه قهرمانی این تیم در وطن ما تنها پارچه های آن در سیمای وردی را میبینیم و خلاص. نفری وفادار به تیمی که به مثال رایس حتی آماده است با تیم خویش به دیویزیون دهم هم سفربر شود. در پاریژ باشد هرچند که دیدن با پرقوت کنی خط حمله و آوردن های مسی در اورجام ها دیگر بهبودی نشد، این نوبت PSG با چشم دوختن و دفاعگران سنگر دفاع را سپر کردن است. مرگن های پاریژی نوبت ایمریک لاپورت و لوکا ارناندز را زیر نشان گرفتند. از روی معلومات لکیوپه مشاور پاریژیا اویدی مسئله های ورزشی لوئیس کامپوش
میخواهد که دسته بازی را زیر نقشه 3-5-2 ادامه دهد. این نوبت توجهی از لحاظ پولی ترمیناتور را امریک لاپورت از منچستر سیتی و لوکا ارناندز از باواریا جانب خویش کشیدند. در این برابر باید یادآوری نمود که PSG را میتواند الشادای بیتشیابو که برای بروسیا دورتموند و اینتراخت فرانکفورت پسند آمده است ترک کند. خلاص که تغییرات نوبتی کادری در پاریژ باز هم با امیدی در لیگ قهرمان‌ها به چیزی رسیدن است، ولی اگر با مسی تعریفی چنین دستاورد نصیبشان نباشد، مارادونا و پیله را از سر نو زنده کنند برایشان هیچ فایده نمی‌آورد. چلسی لندن نه بلکه چلسی بولی باشد با استفاده از وضع سرد سنگین اطراف منه در باواریا نزدیک ورزشگاه در شهر میونخن کمین گرفته است. در این باره ژورنالیست نشریه بیلد کریستیان فالک نوشته است چطور خامه میچکانند باواریا برای سادیو مانه خریدار میجوید و طبق بعضی فرضیه ها دسته میونخنی ها اولین پیشنهاد خریداری اوسیم خان به ناپولی نیز ارسال کردند. اینجا گپ سر ارسال مانه و باز چند پولی دیگر به ناپولی میرفت. مانه باشد در میونخن سالانه 12 میلیون یورو کار میکند، ولی در نیاپول البته که چنین پولی بزرگ نمیدهند. از جانب دیگر در میونخن به آن توجه کردند که چلسی در خریداری مانه اشتیاقمند است و خودی باواریا با گفت و شنیدها آماده است. اطلاع میدهد فالک. احتمالاً از لحاظ بلد بودن با فوتبال انگلیسی و امکانی کار کردن پولی بیشتر مانه را بازگشت به زمین وطنداران فوتبال بهتر و قلای‌تر خواهد بود. نسبت بازیگر دیگری فعلی باواریا باشد بارسا به قول چشم تیز کرده است. اینجا گپسری دفاعگر کانسلو می رود. در تیم کاتالانی برانند که پرقوت کنی سمت راست دفاع باید عملی شود. این زمان در سمت راست ژول کونده بازی می کند، نفری که اصلا خود را دفاعگری مرکزی می حسابد و نیت دارد که در این موقع بازی کند. برای خاوی باشد بیشتر از همه خوان فویت از ویلیاریال پسند است، ولی این گزارش به خاطر ارزش بزرگ می تواند عملی نشود. یک از وریانت های دیگر ژائو کانسلو می باشد که در صف باواریا طریق اجاره از منچستر سیتی برآمد می کند. کانسلو باشد در نوبت خود در ردیف نادر کار بودن برای گواردیولا برای تیم سابقش در کاری دانسته می شود. دسته فعلی رونالدو باشد بر زمین نتیجه های نه آنقدر خوب نداشتنش با رونالدو باز هم در بازار پول مصرف کردن است. این نوبت النصر توجه به الکس تلس از سویلیا کرده است. اگر همه کارها به قول توغری گیرند کریستیانو رونالدو در صف النصر میتواند با همصفی سابقش از منچستر یونایتد بازی نماید. از روی خبرهای نشریه اسپانی آیاس دسته فوتبالی از عربستان سعودی نسبت الکس تلس مراق ظاهر نموده در قیاس به سویلیا که دفاعگر را تا تابستان به اجاره گرفته و نمیخواهد از برای معاشی بیشترش در دسته نگاه دارد، تیم فوتبالی از شرق نزدیک آماده است که همه طلبات‌های بازیگر را قانع نماید. بر زمین قابل قید است که در MU تلس عمری دراز ندارد، ولی از جانب دیگر بازیگری که می‌خواهد در صف منتخب برزیلیا بازی کند با گزارش به لیگ پستر به چنین آرمان رسیده نمی‌تواند. ولی برای بازیگران معاصر از همه مهم البته که پول است. بر زمین در مورد کارهای بازاری PSG باید یک چیزی مهم دیگر را اضافه کنیم. امباپه نشانزن بهترین اینتراخت را راضی می‌کند تا کولو موانی به PSG گزارش کند. چطور ژورنالیستی نشریه بیلد کریستیان فالک قلم به دست گرفته است، بازیگران نام برده در مورد گزارش احتمالی کولو موانی از اینتراخت به PSG گفتگو دارند. فرانسوی 24 ساله بهترین نشانزن و ارسالگر بهترین پرتافت‌های گلی در صف اینتراخت فرانکفورت بوده. در موسم جاری صاحب آمار 40 بازی 20 گل و 14 پاس گلی می باشد. سامانه ترانسمارکت باشد کولو موانی را 65 میلیون یورو بهاگذاری نموده شرطنامه‌اش با اینتراخت تا سال 2027 عمل می کند. در مورد گزارش اگر سخن کنیم، امباپه اگر گفته باشد میتوان گفت بازیگر هموطنش حتما به پاریژ می آید، زیرا در PSG عین زمان کل قرارها را امباپه میبرارد. چطور یک زمان در بارسلونا همه چیز را مسی حل میکرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.